السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز به یاری پروردگار میخواهم برای شما بینندگان باز یک خلیب را آماده کردنش نشان بدهم. این خلیب ترکی می باشد، چون که بعضی از بینندگان خواستند که باز یگان خلیب دیگر را آماده کردنش نشان بدهید. انشاءالله که امروز شروع میکنیم. حال من در اینجا 350 میلی لیتر آب دارم. بعدا 10 گرم دراج خشک، اگر شما از دراج تر میگرفتین 20 گرم بگیرین. باز بینندگان گرامی 20 گرم شکر داریم، 17 گرم نمک داریم در اینجا، 700 گرم آرد است و 100 میلی لیتر هم روغن. اگر روغن زیتون داشته باشد باز خوبتر، که نباشد هم دیگر روغن هم می شود. حال شروع میکنیم. بسم الله. اول آب را در ظرف میریزیم. خب بعد از آب را که ریختم 10 گرم دراج داریم، دراج هم همراه میکنیم. بعد از دراج همراه کردن نمک داریم 17 گرم، این همراه میکنیم. بعد از نمک شکر 20 گرم است، این هم همچنان. خب حال یک آمیخته میکنیم هر سه اینا را. میگذاریم که 1 دقیقه دم بخورد. حال گذاشتیم که 1 دقیقه دم خورده است. این ترتیب یک آمیخته کرده. خب حال آرد داریم 700 گرم آرد مونه در همین بالای دراجمون میریزیم. همه شا ریختیم. خب شروع میکنیم کوفتنش. بسم الله. حال بینندگان گرامی ببینید که کمتر خمیر کردیم، خمیر مونه. حال روغن که داریم 100 میلی لیتر روغن گفتیم، میره کم کم در بالای خمیر مون ریخته بود. باز سوم میکنیم، میره میخیریم. این ترتیب خمیر ما یک کمتر سختتر میبید، چون که اگر شما قالب خمیر میداشتین در قالب میگرفتین که نباشد، همین خیلی خودش در بالای لیست میگذاریم میشود. اینا 10-15 دقیقه باید خمیر مونه بخیلیم. این تا سوم میکنیم. میدن آقای بینندگان گرامی، خمیر مونه میگیریم از ظرفمون، باز در اینجا میخیلیم. 10 تا 15 دقیقه را ایده ما باید که بخیلیم. تو خوب خمیری ما برسه. بینندگان گرامی، این مدت 15 دقیقه ما خمیرمون را سوم کردیم، خیلیدیم. میبینیم که طرز رسیدن خمیر رو ببینیم. این خمیرمون را این ترتیب قطعی تمک میکنیم اگر نمایان باشد. این معلوم میشود که خمیر ما رسیدگی هست. حال خمیر رو میگذاریم مدت 20 دقیقه دم میگیرد. بعد از 20 دقیقه ما ایره در لیست میگیریم. این بینندگان گرامی گذاشتیم که دم گیرد.
خمیر را گذاشته بودیم که مدت 20 دقیقه دم خورده است. و خمیر ما میگیریم در لیست میگذاریم. اگر شما قالب خلیب می داشتید در قالب خلیب، خب من حالی میخواهم که در لیست بگذارم. میره این در قالب هم میشود. اول لیست ما زیرش روغن میکنیم. این روغن شکلیم. خب اول خمیر این طرف شما گردونیم. یک خلیب کلام میشه. شما میتونید که دو خلیب کنین. را اینا ببینید، اینا میخواد. خب اینا سخت زیر میکنیم. اینا میخواد زیر میکنیم. این طرف شم اینا میخواد. اینا ببینید به آخر میخواد میاد. اینا دگان گرامی حال در لیست میگذاریم. خب در لیست گذاشتیم. میمونه مدت 40 دقیقه دم میخوره تا که کم پجامش بسیار شود. یکم سرچاقچه را در بلاش میگذاریم. اینا میخواد 40 دقیقه دم میگیره. نه خمیر ما مدت 40 دقیقه دم خورده است. و سرچاق بالاش هم میگیریم، میبریم در دخوفکه میگذاریم. حرارت 220 درجه را میباشد. مدت 35 تا 40 دقیقه را انشاءالله که پخته میشود با شما میبینیم. نگفتن امانت بینندگان گرامی، مخلب ما گذاشتیم در داخل دخوفکه. حال منتظر میشیم یک کمتر پجام بتیه. بعد از او دهان دخوفکه را میبندیم. این اولی دهان دخوفکه را میبندیم. یک کمتر پجامش بسیار شده است. دهان دخوفکه را میبندیم. خلب ما در مدت 35 دقیقه پخته شده است. این را میگیریم. خلب ما را گرفتیم. خلب ما شما میتونید که بینندگان عزیز دو تا کنید را کمتر خنک شود بعد ببریم. هنوزم کمتر گرم است. من فقط برای شما نشان دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلب ما را میبریم. بینندگان گرامی، این که هنوز گرم است خلیب، داخلش نمی شکلی میاد مثل ساندویچ بوره. خب اینا بینندگان گرامی در نرم است داخلش. بینندگان عزیز، آبونه شدن فراموش نکنین. نوارهای ما را به یاران و دوستاتان روان کنین. الله یار و مددگارتان باشد. تا نوارهای بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.